سلام، خیلی خوش اومدیم به قسمت جدید از آموزش‌های تدوین با برنامه کپکات دسکتاپ. تو این قسمت از ویدیو قراره که با ابزار تکست توی کپکات و تمپلیت ها آشنا بشیم. حالا کسایی که میخوان از این تمپلیت ها توی پیج‌های سوشال مدیاشون استفاده بکنن و میخوان تکستی اد بکنن، حالا با فرمت ها و افکت های متفاوت. برای شروع اول از همه میریم وارد قسمت تمپلیت میشیم و به عنوان مثال یکی از این تمپلیت ها رو ما اینجا اد میکنیم و لازم به ذکری که خیلی از این تمپلیت ها حتی بر بچهای فارسی زبانن که کار کردنشون، موزیک فارسی داره، تکست فارسی داره و اگه یه جوری اونو تدوین کرده باشن قابل دسترسی باشه به لایه هاش، میتونیم اونا رو هم استفاده کنیم و تغییرشون بدیم. حالا خیلی زمان نمیذاریم توش. به عنوان مثال یه همچین چیزی الان این فقط یه چند تا عکسه که پشت سر هم اومده اد شده و در نهایت توی قالب اینستاگرام قرار گرفته. حالا شاید هم اسکرین شات باشه. بعد اینو ادش کنیم ببینیم که تمپلیت به چه صورته. خب چیزی که اینجا مشخصه میگه که 15 تا کلیپ اینجا برای ریپلیس کردن 15 تا جای کلیپ وجود داره که اولیه 3 ثانیه، 2 2 1 و 4 3. بله، هر کدوم از اینا یه عکسه که شما جای این عکسا هر عکسی که خودتون بخواید ریپلیس میکنید و در نهایت ویدیو شما، اون ویدیویی که اینجا الان میبینید به این صورت، تبدیل میشه به ویدیو و عکسای شما. خیلی کار خاص و پیچیده‌ای نداره این ابزار تمپلیت کپکات، فقط جاگذاریه. شما همون 2-3 قسمت اول اگه ببینید که با کار با محیط کپکات و ابزاراشو یاد گرفته باشین، دیگه استفاده این ابزار برای شما نباید خیلی پیچیده باشه. البته این تمپلیت هم یه مقدار تمپلیت ساده ایه، یعنی یه مقدار که اصلا خیلی ساده است. ببینم تمپلیت پیچیده تری هست یا نه. اگه نبود میریم سراغ تکستمون. اگه بود که با همون تمپلیت پیچیده یه مقدار سر و کله میزنیم. من اومدم پیچیده تر پیدا کنم، یه دونه پیدا کردم خیلی ساده تر از اون قبلیه که فقط میتونن این تمپلیت میتونه فقط به در کسایی که حالا مثلا یه استوری شاید بخوام بزنن و تبلیغات جیم داشته باشن یا پست‌های انگیزشی و اینجور چیزا، خیلی به درشون میخوره که ازش بخوان استفاده کنن. این بخش تمپلیت بی‌تعارف یه مقدار نیازمند یه اینترنت خوبم هست، چون شما اول اصلا باید تمپلیت دانلود بکنید، بعد که تمپلیت دانلود شد تازه بتونید روش تغییرات رو اعمال بدید. و این مقدار شاید پیچیده تر باشه. این 30 تا جای ریپلیس داره این تمپلیتی که ما اد کردیم و این 30 تا خب بذارید اصلا خودش چجوریه. خب معلومه دیگه، بعد برای آخر سال میلادیه. شما مثلا دیدین پستایی که آخر سال میلادی 2023 2024 2025 2026 سال بعد، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا زمان خیلی کمی رو داره سپری میکنه، واسه همین تعدادش خیلی بالاست. شما حتی میتونی ویدیو هم توی این تمپلیت ها قرار بدید، حتما لزومی نداره که عکس باشه، میتونی ویدیو هم توی اینا بذارید. خب میگم این بخش تمپلیتشه، خیلی چیز پیچیده ای نیست. میریم سراغ بحث تکست. شما اگه بخواین یه لایه تکستی اد بکنید، بعد وارد این قسمت بشین. دیفالت تکستتون که خب اگه بخواین کلا از اول خودتون تایپ بکنید و همه چیشو خودتون کاستومایز بکنید، که اینجا این پلاس رو میزنید و یه لایه تکست اینجا ایجاد میشه. به این صورت که یه دیفالت تکست میاد، یه باکس تکستی اینجا براتون هستش که زبون فارسی رو بهتون میگم تقریبا توی این 1 سالی که من جدیدن دارم با کپکات کار میکنم تا برای این برنامه ها، زبان فارسی پشتیبانی داره میکنه
و مثلا اینجا می نویسیم کانال آموزشی ست سپر. البته سید نیست، ست سپر، ولی خب دیگه چیز شد اونجوری هم میشه صد سپر. کانال آموزشی تدوین آقا اصلا نخواست، صد سپر. کانال آموزشی تدوین شما اینجا می نویسین. برای فونت فارسی رو بعد شما دانلود کرده باشید، چون فونتایی که اینجا خودش داره هیچ کدوم فونت فارسی نیستش و برای اینکه هر کدوم از این فونتایی که خودش هم دارم بخواید استفاده کنید باید حتما دانلودش کنید و استفاده کنید، مگر اینکه شما بیاین فونتای فارسی رو خودتون دستی اد بکنید و از اون فونتای فارسی استفاده بکنید. به عنوان مثال همینایی که الان اینجا مشاهده میکنید، مثلا همین بی‌نازنین آوتلاین. پترن‌های مختلف تکستیتونه که اینجاست. یه سری استایل داره که از این استایل هم شما میتونید استفاده بکنید. حالا چون ما الان بک‌گراند نداریم، بذارید من توی قسمت استیکرز یه بک‌گراند رنگی هم اد بکنم. دارم فارسی می‌نویسم. سالید بک‌گراند یه اد بکنم، مثلا همین نارنجیه، میاریمش اینجا، اسکیلش هم یه ذره زیاد میکنیم که تکستمون مشخص بشه. میریم تو قسمت اینجایی که استایلی که بودیم. شما توی این استایل ها خیلی گستردگی زیادی دارین، میتونین هر کدوم از اینا رو که خواستین ازش استفاده بکنید نسبت به ویدئویی که دارین تدوینش میکنید. و اینا یه مقدارشه. یه سری بابل داره که این بابل ها به این صورت اینجوری میادش که به نظر من اول اصلا بعد این وقتی که این بابل ها رو میخواید استفاده کنید بعد تکستتون تو حالت ساده باشه. بابل هم نسبت به اون محتوایی که دارین انتخاب میکنید شاید به درد خیلیاتون بخوره. و یه سری افکت هایی که این آخرش قرار داره و این بابلش رو کلا بردارم. این افکت ها رو میبینید. باز این افکت ها یه مقدار از اون استایل هایی که تو اون قسمت اول به شما میداد بیشتره و وقتی که بهش یه انیمیشن هم اینجا بدید به این صورت اجرا میشه. خوبیش اینه که انیمیشنش زبونش راستچین بودن زبون فارسی رو میفهمه و مثل خیلی از نرم افزارهای دیگه این چپچین راستچینه توی انیمیت دادن به مشکل در نمیخوره. مثلا شما اگه یه سری پروژه آماده افتر افکت رو دیده باشید عملا این اتفاق هستش که همشون حالت عادی دیفالت چپ به راست زبون انگلیسی، ولی این خودش اعمال میشه از راست به چپ این انیمیشن رو براتون انجام بده. اینجا دقت کرده باشین انیمیت داره از قسمت این یعنی شروعش اعمال میشه. شما اگه بخواین توی اوت برین توی اوت هم یه دونه اعمال میکنین و در نهایت اول ویدیوتون اینجوری میاد و در نهایت به این صورت خارج میشه، برعکس خارج میشه. اینجا اگه دقت کرده باشین خط خیلی ریز نازکی این زیر هستش که داره زمانی که طول میکشه تا این تکست شما باز بشه و در نهایت زمانی که طول میکشه این تکست شما بسته بشه رو نشون میده که اینجا این دیوریشن قابل دسترسیه. توی این که میاد دیوریشنش 5 دهم ثانیه است که شما میتونید کم و زیادش بکنید از اینجا. توی اوت هم به همین صورت. و اگر هم بخواید که اصلا کلا میتونید لوپش کنید که کلا توی یه حالت لوپی قرار بگیره. یه سری از قسمت های دیگه که به تکستمون مرتبطه این تمپلیت هایی که اینجا خودش برامون قرار داره که خیلی گستردگی زیادی داره و من یه مشکلی که باهاشون دارم اینه که تو تصویر وارد میشن ولی خارج نمیشن. یعنی اومدنشون 99% این تمپلیت ها اینجوری که اومدنشون انیمیشن داره ولی برای خروجشون هیچ انیمیشن نداره. متاسفانه نمیشه اصلا انیمیتی هم بهشون داد اعمال کرد که با اون انیمیت خارج بشه. این به نظرم یه باگیه که امیدوارم که آپدیتی وقتی میده کپکات این قضیه رو حل و فصل بکنه. به عنوان مثال شما اگه میخواید برای یوتیوبتون یا نمیدونم اینستاگرامتون یه
تکسی بذارید، شما تو از همین قسمت تکست تمپلیت میرید قسمت سوشال مدیا رو پیدا میکنید و اینجا کلی گزینه هستش که میتونید نسبت به چنل یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک یا هر چیز دیگه ای از اینا استفاده کنید. مثلا اگه برای چنل یوتیوب هستش میتونید از این استفاده بکنید و ما اگه بخوایم سایز اینو تغییر بدیم یه اسکیل اینجا داریم که دستی کوچیکش میکنیم. متن داخل این سابسکرایب رو حتی میتونیم تغییر بدیم، مثلا فالو می جای سابسکرایب باشه. پوزیشن که حالا جای اینا هستش که به این صورت شما وقتی دستی بخواید انجامش بدین خیلی راحت تره. شما کل اینو میتونید بگین یه دفعه جابجا کنید، به جای اینکه این برای وقتی که حالا شاید بخواید کی فریم بدیم، مثلا از این ور شروعش بیاد این ور. تنها حالتی که شما میتونید اینو من گفتم انیمیتش اینجوریه که تصویر میاد ولی تصویر خارج نمیشه. خب وقتی که این اینجوری وارد تصویر میشه بهتره که با همین انیمیشن از تصویر خارج بشه دیگه. ولی خب شما میتونید چیکار بکنید، این اینجوری وارد تصویر میشه، در نهایت کل کار شما یه پوزیشن بهش بدید، ببرید سمت چپ یا پایین تصویر خارجش بکنید. به عنوان مثلا ما اینجا این یه کی فریم روی پوزیشنش میزنیم و میایم جلوتر اینو خارج تصویرمون میکنیم و به این صورت از تصویر ما خارج میشه. حالا این اتفاق میتونه خیلی نرمتر بیفته، خیلی یواشتر، کندتر از تصویر خارج بشه. من اینو بیارم این ورتر، این اتفاق میبینید اینجوری میفته. بخش خیلی پیچیده و خاصی نداره این تکسام. هر کدوم از اینایی که بخواید میتونید حتی رنگاشو میتونید تغییر بدین اگه بهتون دسترسی بده. نسبت به موضوع ویدئویی که داریم میتونید این تکس ها رو انتخاب کنید. ولاگ هستش، تایتل هستش، نمیدونم میکاپ هستش، تراول هستش و حتی اگه کسایی که تدوین ویدیوهای گیمینگ انجام میدن برای چنل گیمینگ یا پیجای گیمینگ اینستاگرامی، از این گیمینگش خیلی میتونن استفاده کنن. خیلی چیزای باحالی داره. من دو تا از دوستام هستن که از این طریق دارن حتی کسب درآمد میکنن. این گزینه واقعا خیلی این مورد خیلی مورد مهمیه. کپکات به شما اجازه میده تو این بازاری که همه دارن تولید محتوا میکنن زرنگ باشین. اگه مقدار زرنگ باشین بتونید که توی با طی کردن جلسات کم و مسیر کمی که میگذرونید یه به اصطلاح چیزی یاد بگیرین، یه تدوینای کوچیکی یاد بگیرین که بتونین برای سری نفرات انجام بدین. حالا با اون هزینه‌ای که روی ذهنتونه یه کسب درآمدی داشته باشین. خلاصه این بود از این قسمت که ما اومدیم تمپلیت و تکست رو توش بررسی کردیم. حالا اگه باز داره نکته دیگه یادم بیاد که از این بخش جا مونده حتما تو ویدیوهای دیگه بهش اشاره میکنم. شما اگه صحبت و سوال چیزی داشتین حتما میتونید توی چنل تلگرامی ازم بپرسین، همین که این زیر ویدیو کامنت بذارین و با هم در تماس باشیم. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراهمون بودید. موفق و شاد پیروز باشید.